در راه خدا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. جهاد با مال، با نفس، با زبان. مجرد این نیست که من بگی ایمان آوردم به الله، ایمان آوردم به رسولش. نه، دعوت به سوی شهادتین. همونطور که معاذ دعوت داد، همونطور که علی بن ابی طالب دعوت داد و صحابه شرق و غرب دعوت رسوندن، چون معنا را فهمیدن. شما یکم با دید باز نگاه دعوت صحابه بکنید. چند سال از وفات رسول الله گذشت، فرق بین اونهایی که توحید را فهمیدن و فرق مایی که جاهلیم به توحید. در زمان ابوبکر صدیق رضی الله عنه چقدر فتوحات اسلامی شد. در زمان عمر بن خطاب نه این ایران فتح شد، در زمان عثمان بن عفان نه مشرق و مغرب از اون طرف تا اسپانیا مگه نفتح شد، از این طرف مگه نه تا اندونزی و ژاپن فتح شد. این فتوحات از کجا آمد؟ این فتوحات ربانی است. میگه نه مجاهدت کردن، میگه دعوت دادن. اگر دعوتی ساده، اگر حرکتی نمیکنه، چون ترس در قلب ما هست، چون میترسیم، چون جونمون عزیز شده برامون. یوشک ان تداعی علیکم الامم، امتها متداعیان، میخوان شما را هلاک بکنن از حسادتشون بر ما. کما تداعی الاکلة الى قصعتها، همونطور که مردم دور سینه گرداگر میشینن. قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله کمیم، گفت نه بل انتم یومئذ کثیر، زیادید. ولی که مثل گرد و خار و خاشاکی که روی سیلاب وقتی که سیل میاد میشینه، هیچ ریشه ای ندارید، فقط ادعاست. گفتن چرا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، چرا؟ فرمود به خاطر کراهیت مرگ، ترس از مرگ. بر ما ترس از مرگ غلبه کرده، از مرگ میترسیم. کجا میخوام از دست مرگ فرار بکنیم؟ جانمون، مالمون، زنمون، همسرمون برامون عزیز شده. ولی صحابه اینطوری نبودن. جهاد میرفتن نه به خاطر کنیز، بمب کمرش میبنده میخواد برم به ملاقات حور عین. حور عین از تو بریست. این جهاد نیست که به کمرت ببندی. جهاد وقتی که تو بری مردم را از دوزخ و جهنم نجات بدی، اونها را وارد توحید بکنی. این جهاده. نه اینکه 4 تا مسلمان رو بری بکشی، 4 تا پیرزن و پیرمرد و بچه رو بکشی. در جنگ ها و جهاد ها رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه نمیداد زن کشته بشه، اجازه نمیداد پیرزن و پیرمرد کشته بشن، بچه کشته بشه. این نادان و جاهل میخواد به ملاقات حور عین میره، با معصیت خدا، با کشتن پیرمرد و پیرزن و بچه، با 4 تا آدم جاهل کشتن، میخواد بره ملاقات حور عین. ببین کلیپ های این جهادی ها رو نگاه بکنید، به اسم خودشون گذاشتن جهادی. جهاد بر سر و چشم. ما هم جهادیم، ما هم جهاد. کی هست مؤمنی که جهاد را قبول نداره؟ نماز را قبول داریم، حج را قبول داریم، روزه را قبول داریم، جهاد را قبول داریم، از شریعت خداست. ولی این راهی که شما میرید جهاد نیست، یسمونها بغیر اسمها. این نامش جهاد نیست، این عملیات انتحاریه، این هلاکته. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، این هلاکته. خدا اگر در جنگ بعد اجازه داد که با مشرکین بجنگن، گفت که امروز یک شما در مقابل 10 مشرکین، 10 غلبه میکنه، چون ایمانتون قویه. ولی وقتی که ضعیف شدن، و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، وقتی که جنگ احد شد و خندق شد، وقتی که تازه مسلمانان زیاد شدن، فلم تغن عنکم کثرتکم، اونجا دیگه خدا گفت 1 به 2 عدد رو مطرح کرد، و عدوا لهم، عدد رو مطرح کرد، چون ضعف ایمان 1 به 2. اون موقعی که ایمان در اوجش بود گفت 1 به 10. 1000 نفر میرن میخوام بریم با آمریکا بجنگیم. کجا میخوای با آمریکا بجنگی؟ جنگ اعداد میخواد، عده میخواد، نداری. ایمانت کجاست؟ بعد میاد شعار میده میخوام برم به ملاقات حور عین، خوشحاله، خنده میزنه، بمب بسته به کمرش، میخوام برم ملاقات حور عین. تو خدا را میپرستی به خاطر حور عین؟ فقط طمع همینو داری؟ فقط همینو از نعمت خدا فهمیدی؟ فقط حور عین؟ چقدر از دین خدا فهمیدی؟ چقدر از دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمیدی؟ چقدر دعوت دادی به سوی دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ چقدر سینه سپر کردی؟ جلوی مردم ایستادگی کردی؟ اذیت و آزار مردم را تحمل کردی؟ همینقدر اکتفا میکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك وصلی الله علی محمد و علی محمد.